خب در خدمت مراجعه کننده محترممون هستیم که تیر ماه اگه اشتباه نکنم درسته؟ چندم اومدید؟ 13 تیر ماه اینجا جراحی انجام دادم و خیلی راضی بودم. یه شقاق خیلی بزرگم داشتم که خانم دکتر زحمت کشیدم با داروهایی که دادن تونستم کامل درمان بشم. امروز 13 مهر هست که تشریف آوردید برای چکاپ درسته؟ بله. خوب بود؟ اوکی بودی؟ بله گفتن دیگه هیچ مشکلی ندارم خدا رو شکر. بله. چه توصیه‌ای داری برای بیمارانی که به این درد حالا دچار شدن و این مشکل رو دارن؟ توصیه میکنم حتما به یه متخصص جراح عمومی مراجعه کنن، اصلا نترسن، عمل هیچ دردی نداره. اگه بتونین تک تک چیزایی که بهتون میگن رو رعایت کنین حالتون خوب میشه و هیچ مشکلی دیگه ندارین. درسته. پشتیبانی چطور بود؟ پشتیبانی عالی دارن، در هر ساعتی که زنگ میزنین راهنماییتون میکنن، خیلی عالیه، کارشون حق نداره. ما خیلی خوشحالیم که شما نتیجه گرفتید، خیلی هم خوش اومدید. ممنونم از اینکه با ما همکاری کردید و اجازه دادید که از شما مصاحبه کنیم. همچنان منم سپاسگزارم از کلیه زحماتی که برام کشیدین. ممنونم واقعا. قربونتون برم. مؤید باشید. مرسی. ممنونم. زنده باشید.